با سریال برلین ما به پدرو آلونسو توی یه ماجراجویی جذاب و هیجان انگیز توی پاریس میرسیم. برلین جاییه که نقاط طلایی سریال مانی هایست یا خانه کاغذی، یعنی عشق و جنایت، بالاخره یه نقطه تلاقی پیدا میکنن. برلین نقشه پیش درآمد و برای سریال مانی هایست بازی میکنه، اما سوال اینه که تونسته به اندازه خانه کاغذی جذاب باشه؟ سلام بچه‌ها، اسم من مسعوده و توی این ویدیو اومدم تا با هم سریال برلین رو مرور کنیم. سریالی که داغه و یه جورایی ادامه دهنده همون فازیه که مانی هایست از سالها پیش شروعش کرده بود. بین کلی سریال با پس زمینه سرقت و دزدی، برلین سعی میکنه تا به شخصیت پدرو آلونسو یا آندرس عمق بیشتری بده. برلین که توسط ذهن الکس پینا و استر مارتینز لوباتو خلق شده، یه ماجراجویی توی دنیای مرموز و عاشقانه است و داستانی رومانتیکو توی پاریس روایت میکنه. این سریال کلاً 8 اپیزوده که طبق عادت نتفلیکس همش با هم در دسترس قرار گرفته و نه فقط درباره جرم و جنایت، بلکه درباره پیچش‌های شخصیتی برلینه. سریال برلین توی شهر پاریس اتفاق میفته که به شهر عشاق معروفه. برلین کاریزماتیک دنیای مانی هایست حالا سالها قبل توی پروسه یه دزدی جنجالیه و قصد داره جواهراتی به ارزش 44 میلیون دلار رو از یه حراجی بدزده. در این بین یه تیم کاملم دور و بر خودش داره که از بازیگرای مختلف اسپانیایی تشکیل شده. طرح کلی داستان برلین به پیچیدگی سریال اصلی یا مانی هایست نیست، اما لحن خیلی خوبی داره و پیچیدگی‌های یه دزدی رو خیلی زیبا ارائه میکنه، طوری که ما احساسات پشت هر شخصیت رو هم در کنار سرقت میبینیم. این سریال هم مثل مانی هایست از فلشبک به شکل هوشمندانه استفاده میکنه و به ما اطلاعات خوبی از گروه سرقت و مهمتر از همه خود شخصیت برلین میده، طوری که ما انگیزه های اونا رو که چطور به سمت راه خلاف کشیده شدن رو بهتر درک کنیم. داستان دزدی سریال برلین مثل یه بهونه است تا شخصیت‌ها در کنارش به ما خواسته ها، ترس ها و آسیب پذیری هاشون رو نشون بدن. درست مثل یه بوم نقاشی که شخصیت‌ها دارن روش کشیده میشن. این در حالیه که سریال برلین به وضوح پیچیدگی و عمق سریالی مثل مانی هایست رو نداره، اما سازنده ها سعی کردن تا از یه خط روایی متمرکز و شخصیت محور استفاده کنن تا این جای خالی رو پر کرده باشن. اما سوال اصلی اینه که برلین به عنوان یه سریال اصلا چرا وجود داره؟ اصلا چرا چنین سریالی ساخته شده؟ به نظر میاد که سریال توی پاسخ دادن به این پرسش خیلی موفق نیست، چون وقتی برلین برای اولین بار توی سریال مانی هایست معرفی شد، خیلی زود به محبوبیت زیادی رسید. این یعنی برلین دلیل تجاری رو برای سازنده ها داشته و اینو میشه از فلشبک های خود این شخصیت توی فصل آخر سریال مانی هایست و ارتباطش با شخصیت مثل پروفسور هم فهمید. نکته اما اینه که برلین با این سریال دوباره توی یه فرمول آشنا و البته تکراری قرار گرفته که هدف پشتش اونقدر مشخص نیست. Un buen plan debe incluir siempre una pequeña dosis de diversión, hermanitos. بزرگترین مشکل برلین به عنوان یه سریال پریکوئل مستقل نبودن از خانه کاغذی و یه جورایی تکرار دوباره این سریاله. خلاصه داستان به تنهایی اینو میگه که برلین با گروهی از جنایتکارا دوباره جمع میشه تا یه سرقت بزرگ انجام بده. ماجرا آشناست، نه؟ چون تمام 5 فصل خانه کاغذی هم با بازیافت همین ایده از نو تکرار شدن. توی این داستان مثل همیشه یه پس زمینه عاشقانه و پرپیچ و تاب وجود داره که بهترش رو چند بار توی خانه کاغذی دیده بودیم. بنابراین سریال برلین با بودجه بزرگ و البته پروداکشن بی‌نظیرش یه سریال زیبا و شیک به نظر میرسه. همچنین لوکیشنی مثل پاریس فضای پرزرق و برق رو هم بهش اضافه میکنه که البته اگه این فضا رو ازش بگیریم با یه سریال آشنا و بدون ایده های جدید روبرو میشیم.
ایده کلی برلین نمیتونه وجود خودش رو توجیه کنه و بجز اینکه یکی از بزرگترین شخصیت‌های سریال اصلی رو توی قالب یه پیش درآمد دوباره برمیگردونه، چیز معناداری به خاطره و میراثش اضافه نمیکنه. در نتیجه برلین شاید بیشتر از مخاطبای عادی برای کسایی جذاب باشه که طرفدار دو آتیشه سریال مانی هایست هستن. جدای اینا، سرقت به عنوان یکی از رکن‌های اصلی این سریال توی پس زمینه است و درگیری اصلی ذهن مخاطب نیست. سرقتی که خود برلین توی اجراش دخالت شدیدی نداره. ماجرای عاشقانه سریال از تحت تاثیر قرار دادن زنی توسط برلین شروع میشه و بقیه مشغول سرقت هستن. این یعنی یه دوراهی بین عشق و کار که توی این سریال به خوبی مطرح میشه و همه ما یه جورایی تجربهش کردیم. هرچند که وقتی به اسم و ایده کلی فکر میکنیم، سریال برلین بیشتر از این که درباره برلین و یکی از شخصیت‌های جذاب خانه کاغذی باشه، درباره هر چیز دیگه‌ایه که عملاً باید نقش حاشیه‌ای داشته باشه. برلین یکی از شخصیت‌های خاکستری مانی هایست بود که در کنار فداکاری و روحیه رهبری، عصبانیت، تمایلات جنسی و گرسنگی رو توی شخصیتش داشت. اما انگار که سازنده های این اسپیناف قصد نداشتن تا هیچ کدوم از این ویژگی ها رو توی این سریال دوباره استفاده کنن و در نتیجه ماجرای کلی برلین اونقدر هیجان انگیز نیست. مهمتر از هیجان، سریال حتی باورپذیرم نیست، چرا که شخصیتی که خاکستری متمایل به سیاهه حالا توی این سریال سفید شده و همه چیز درباره کاراش با عشق توجیه میشه. این تصویر چیزی نیست که توی سریال مانی هایست مطابقت داشته باشه و تا حدی کلیشه‌ای هم هست و بعد از چند قسمت جذابیت خودش رو از دست میده. اگه بخوایم درباره اکشن سریال صحبت کنیم، بازم با ماجراهای هیجان انگیز و بی‌نظیری طرف نیستیم که نسبت به سریال اصلی کار بزرگی رو انجام بده. البته که تمام اینا باعث نمیشه تا ما بخوایم برلین و سریال خیلی بدی بدونیم، اما ممکنه با تماشای این سریال با انتظارات مانی هایست کمی تو ذوقتون بخوره، چرا که نتفلیکس دنبال بیرون کشیدن یه سریال اسپیناف از اسمی بزرگ و پولساز بوده. هرچند که با وجود ایرادات مختلف، تماشای بازی پدرو آلونسو تو نقش برلین جذابه. شخصیت کاریزماتیک و چند بعدی که باعث میشد تو وهله اول عاشق استراتژیست و بیره بودنش بشیم، دوباره توی این سریال خودنمایی میکنه. علاوه بر این، شیمی بین شخصیت‌های دیگه طوریه که باعث میشه تجربه سریال عمق بیشتری به خودش بگیره. فضای رمانتیک این سریال نه صرفا متعلق به خود قصه، بلکه با استفاده از لوکیشن‌های بی‌نظیری توی پاریس و مادریده که جذاب‌ترش هم کرده. ما توی برلین با سریالی روبرو هستیم که از نظر فنی پس زمینه زیبا و جذابی رو ارائه میکنه. در نتیجه این سریال از نظر پروداکشن توی سطح مانی هایست باقی میمونه و توجه به جزئیات و ریتم بین قصه اصلی و فلشبک‌ها دوباره نتیجه راضی کننده رو از تیم سازنده خانه کاغذی منعکس کرده. اما نظر شما در مورد برلین چیه؟ برامون حتما بنویسید و بگید که نقش عشق و عاشقی توی سریالا باشه یا نه.